خوش اومدین به چنل مای پروتس. امروز اولین ویدیوی آموزشی رو من تو این چنل آپلود کردم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. مهمترین و اساسی ترین نکته برای سلامت یک پرنده تغذیه هستش. یعنی اینکه شما بتونید تغذیه و رژیم غذایی پرنده رو طوری تعیین کنید که تمام ویتامین‌های بدن پرنده بهش برسه. این مهمترین نکته برای سلامت پرنده هستش. پرنده‌هایی مثل عروس هلندی، مثل مرغ عشق، مثل برزیلی، گرینچیک، راهب که حالا یه کوچولو اینا حالا از لحاظ جثه با هم بزرگ و کوچیک هستن، تقریبا رژیم غذایی یکسانی دارن. پرنده‌ای که رژیم غذاییشون یعنی اون بیس اصلی غذاشون ارزن هست، باید یه سری چیزای دیگه هم به اون ارزن اضافه کنن. ببینید ارزن خالی ارزش غذایی نداره. ما در کنار ارزن باید از تخمه، کتان، گندم، پلت و ما دو نوع ارزن داریم، ارزن سفید داریم، ارزن زرد و از لحاظ اندازه یک ریز و درشت. که این ارزن‌های ریز معمولاً برای فنج، قناری و مرغ عشق استفاده میشه، ولی ارزن‌های بزرگ یعنی درشت معمولاً برای حالا توتی‌های مثل عروس هلندی و برزیلی و اینا استفاده میشه. از لحاظ رنگ هیچ فرقی نداره، یعنی از لحاظ مزه بخوایم بگیم رنگ قرمز و زردش یکسان هستش، مزه خاصی نداره. و راجع به تخمه بخوام صحبت کنم، خب ما انواع تخم‌ها رو میتونیم پرنده‌مون بدیم، اما نکته‌ای که مهمه اینه که مقدار مصرف تخمه برای پرنده‌مون خیلی مهمه که چقدر باشه. مثال اگه براتون بزنم، اگر ما یک کاسه رو بذاریم جلوی خودمون و یک لیوان توش ارزن بریزیم، مقدار تخمه باید بشه 1/4 لیوان. درسته؟ چون تخمه چرب هستش و اگر زیاد مصرف بشه به مرور به کبد پرنده آسیب میرسونه. نکته بعدی که راجع به دون پرنده باید صحبت کنیم این هستش که ما میتونیم از کتان هم استفاده کنیم. ولی باز چون کتان چربی بسیار زیادی داره و پرنده‌ها طبعشون یعنی میلشون بیشتر به کتان و تخمه میره، باز ما باید مقدار کتان رو کمتر کنیم به خاطر چرب بودنش. یعنی اگر ما یک لیوان ارزن داریم باید 1/4 کتان داشته باشیم. و مورد بعدی راجع به گندم هستش. گندم هم طبع گرمی داره ولی پرنده‌ها خیلی استقبال میکنن ازش، یعنی دوستش دارن. ما میدونیم که گندم خواص بسیار زیادی از جمله کلسیم داره و در دوران تخم‌گذاری برای پرنده‌ها خیلی مفید هست. پس ما میتونیم یک مقداری در دون پرنده‌مون گندم هم اضافه کنیم. که باز همون اگه مثال بزنم یک کاسه مثلا ارزن شما باید حالا 1/4 گندم بریزید. نکته بعدی راجع به پلت هستش. ما باید از پلت‌ها هم استفاده کنیم. چرا؟ چون بعضی از پلت‌ها ویتامین دارن و ویتامین برای پرنده‌ها خیلی مهمه. پس بیس غذایی یک پرنده سالم چی شد؟ شد ارزن، کتان، تخمه، گندم، پلت که اینها باید به مقداری که براتون تو تصویر میذارم باشه. و حالا به عنوان در واقع اضافی که بتونیم حالا این رژیم غذایی برای پرنده کامل‌تر کنیم، میشه از سویا، ذرت، برنجک هم میشه استفاده کرد. تصویر دون رو از نزدیک شما مشاهده کنید. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید و ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که خیلی براتون مفید بوده باشه. اگه تجربه در این باره دارین که برای پرنده‌تون خیلی مفید بوده، خیلی خوشحال میشم برام کامنت کنید. و خلاصه کلی دوستتون دارم. امیدوارم همیشه در کنار فرشته‌هاتون زندگی خوبی داشته باشید.